ببین این حیوان اولیه که داری میگیری، میخوام یه راهنمایی بهت بکنم. زمین و زمان و هم اگر بگردی هیچی حیوان اولت نمیشه. دقیقاً اینه که میتونه تو رو انقدری عاشقت بکنه که حیوان دیگه ای هم آیا بیاری یا نه، یا اصلا به حیونا خدمت کنی یا نه، یا میتونه انقدری حرصت بده که از همه حیونا زده شی. ولی اینو همیشه یادت باشه، ما پت‌دارا تجربهش کردیم. یه زمانی میرسه خسته و کوفته میای خونه، انقدری سر و کله زدی با اینا، اون حوصله خودت هم نداری. بعد میای خونه تمام غرورشو میذاره زیر پاش، میاد میچسته بهت. کل لذتش هم اینجاست که دیگه به خاطر سلامتش حاضری فرش زیر پات هم بفروشی. حالا ما وقتی به سگ و گربمون میگیم بچه‌مونه، به یه سریا بر میخوره، اونا نمیفهم.